چا خوش اومدیم به ویدیو. تو این ویدیو اومدیم یعنی چالش بریم چالش رنگ نارنجی. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. بدون معطل بزنید بریم سراغ ویدیو. بچه ها چون که من اسکینای کانال یه کمه، نارنجی و زرد و قرمز حساب میکنیم. الان که نارنجی اینم نارنجی اینم قرمز، حالا ما نارنجی حسابش میکنیم. هم گفتم دیگه زرد و قرمز و نارنجی. بیا اینم نارنجی، اینا نارنجی. این قسمت اینم به به. بعد ایکسمش که نداریم آفش میکنیم. صورتی آره اینم بیا. بچه ها داره نارنجی دست ما نداریم. بعد اینم نارنجی حساب کنیم. جی 36 و پارافال بیاید چون چقدر اینم نارنجی حالا حساب میکنیم. جی 36 اصلا قرار نیست استفاده کنیم ولی اینم نارنجی ما حساب میکنیم. ممنون میشم شما نارنجی اسفیده بر نمیداریم. وودپکر هم بر نمیداریم. نارنجی نداریم نه. اسیاش هم بر نمیداریم و این هم که خودش نارنجی حساب میشه. اینجا هم نارنجی، این هم مثلا بر نمیداریم. سطری حالا الان انصافی نارنجی حساب میشه. حالا بذار ببینیم. بیا اینو برم داریم مثلا. بعد این هم نارنجی حساب میشه انصافی. بیاید این یا این بذارم دو خط ریت. این هم از این. بعد جونم چقدر این هم بر نمیداریم. VSS این هم از نارنجی شما، نارنجی خوشگل. این هم حتی میتونیم بعد بذار ببینم پاور کدوم بهتره. ریلود رنج هر تاشونم نمیدونم. اینو برداریم که خاطرات زنده بشن. این از این. بعد این از نارنجی شما. ویکتور بر نمیداریم. اینجا هم نارنجی نداریم بس آفش میکنیم. مکتن. بعد بیزون هم آف میکنیم و امده این نارنجی حساب میشه. به من رحم نداره. این هم از این هم نارنجی حساب کنید دیگه. اسپاس شاتگان رو هم که نداریم مثلا بر نمیداریم. این هم بر نمیداریم. بکنم دیگه شاتگان فکر نکنم بتونیم برداریم کلا. شاتگان شارژ این هم نارنجی حساب میشه ها. خب نارنجی حسابش میکنیم. دراگون بر نمیداریم. بعد اسنایپ جان نارنجی داریم. خوبه. بعد این هم الان خودش نارنجی حساب میشه. این نارنجی تره. این قرمز دیگه انصاف. پشت یخزن بر نمیداریم. این الان نارنجی حساب میشه ولی ما چون که ساعت داریم کنم نمیذاریم. هم که نمیذاریم. بعد کلتینا دیزت که اصلا نیست داخل بیار. آفش میکنیم. آفش هم نمیکردم اتفاق نمیافتاد. اینم که نارنجیه مثلا اینم نیست. هست تپانچه هست. بعد اینم آف میکنیم. این اسکین هم دبل کلتا رو آف میکنیم. بعد این قسمت اینجا زرده درسته. نارنجی داریم. مایتابه نارنجی نیست. آف. مشکل برخوردیم ما توی این قسمت. این نارنجی داره به من رفت نداره. زرد این کلن آفش میکنیم. نداریم. آره نه. کاتانا زرده. وای نارنجی نداریم. آف میکنیم. این هم زرده. عجب گیری افتادیم ما. کلن زردن. کاش رنگ زرد رو میرفتیم. این نارنجیه انصافی. بعد نید نارنجی بذار ببینم هست. این نارنجی حساب میشه دیگه. نه انصاف من یه نارنجی باید داشته باشم. این زرده هستم. اینو شما لطف کنید
کجا رفت؟ کجاست؟ آها این لطف کنید نارنجی حساب کنید ممنون میشم. بعد اسکین یخ نداشته باشیم نارنجی هم الحمدلله. نارنجی ها حساب کن. این قسمت هم که هیچی و ست نارنجی میخوایم. آره دیگه دست بالا تنه ببینم چی دارم نارنجی من. 2 دقیقه این الان نارنجی حساب میشه؟ نه حساب نمیشه. زرد اگه پیدا نشه از ست زرد میزنم. آها بیا این از نارنجی یا اینا خیلی عالی. اصلا همین. خب شلوار دیگه فکر کنم میذاره به مشکل بخوریم. عجب گیری افتادیم. حالا شما اینا نارنجی چیز دیگه بیایید عالی. اصلا اینو نارنجی حساب میکنیم دیگه. ما کفش اینو میشه نارنجی حساب کرد نه؟ ولی بذار یه ذره بگردیم حالا ببینیم چی داریم. این الان چیه؟ کفش به مشکل برخوردیم. من ندیدم چیز نارنجی بوده من ندیدم. حالا ما اینا نارنجی حساب میکنیم. ماسک اینو میتونیم نارنجی حساب کنیم ها؟ نوتیفیکیشن بازم اومد تو این ویدیو هم نوتیفیکیشن اومد. حالا اینو ما حساب میکنیم نارنجی. ممنون میشم شما قبول کنید. بعد مو زرده قرمز نارنجی هستن. آها این هم از نارنجی شما. خب اسکین چشم نارنجی هم که نداریم. این هم از نارنجی. خب این هم که مهم نیست. حالا این هم نارنجی دیگه شانسی پروفایلم. خب بعد بذارید تک به اسکواد بریم. بذاره میخوام زودتر بمیری. ببینیم چی میشه. بازم میگم لایک کام سابسکرایب یادتون نره. ببینیم استارت میشه یا نه. یو ابر از 8 دقیقه. اسکین مشت اومده. به خدا من اسکین مشت ندیده بودم. عجب. ببینم اگه شد جم میزنم میگیرمش. حالا ببینیم چی میشه. انصافی هر چی بگیم نارنجی نیست. ستمون نارنجی. بدون ایکی برمیدارم با یورنفی میپریم. بذار کالاهاری افتاد داره. کالاهاریان هواپیما هستا. اینم میدونی کالاهاری هم کجاست. ببینم اینه. نکنم اینه. آره اینجا. پینگمون چه حالیه. راستی من این فستر گرفتم ها. بیروز گرفتمش. البته بیشم. خب آره همین هوا بذار چیزشو بکنم. خب کاش کسی نیاد. قشنگ لوتمون ممنونیم. حالا اسکیتنا رو حساب نکردیم چون که 2 دقیقه یه دیگه. حالا آبی هنو
ریسکی نداریم. UMP عالی. اینو من چرا آف نکردم؟ رفته بودم. آی جان 2 تا چیزی که میخواستیم. پارافال هم خوبه ها. با پارافال بذارید بازی کنیم. که یه ذره من ارتباط برقرار نمی کنم باش. خب اون انمی هایی که اینجا بودن کجا؟ جمله بندی نمیدونم 14 با انصاف قرمزه. P90 همونم خوبه ها ولی UMP بی شرف بودم. ببخشید بابت فشار. تپانشو نمیتونه بزنی. دیدید باک خوردم دیگه. بابا دیگه بمیر دیگه. بابا احساس میکنم درست احساس میکردم. میخواستم هم احساس کنم پشتم یه نفر است. یوهایی بتمن شد فرزد. من یه بار میبینید بعضی وقتا من نیدامو میندازم الکی. یه بار داشتم بازی میکردم همینجا تو بتل رویال. تک به تک مونده بودیم. بعد من طرف رو دمیج کردم. اومدم که یخ بزنم جلوم نید برداشت اشتباهی. بعد طرف منو گرفت زد. از اون موقع از نیدینا خوشم نمیاد. میاد دستم میندازمش. این الان نارنجه ولی ما بر نمیدم کلا. نارنج چطوری؟ خب دو نفر بود دیگه. آره 2 نفر بکنم. یه دونه اسکنر پیدا کنیم عالی میشه. ببینیم اینجا کسی هست یا نه. من اینو بزنم. بازم نوتیفیکیشن. انمی هست یا من اشتباه دیدم؟ من بعضی تا توهم میزنم. بکنم بازم توهم میزنم. خب بریم از اینجا. میخواید دیگه کسی نیست. 2 نفر بود فقط. چون نمیپری آخه. بذار ببینیم این جمع از اون سکه رو بگیریم بریم. اینو دیفالت کردیم. خب این سکه یه دونه ماشین اونجا هست. لامبو اینا مهم برنیش. نمیدونم سوار شیم یا نه. حالا خواهش میکنم شما بیای سوار نمیشیم. با جامپر میریم. جامپر بزن طرف بریم این طرف. حالا عملا فرقی نکرد زیادی. اصلا فرقی نکرد. همون با زیپ لاین می اومدیم. الکی فقط رفتیم دور زدیم. انمی میخوام. انمی زیپلاینه. فقط یه سوال چجوری فیرفایر اصلا منطق کلن استاد منطق
زیپلاین چجوری میخوای بریم اینجا؟ صاف میخوایم بریم بالا با زیپلاین، یه ذره عجیب نیست؟ الان واقعا البته قبلا عجیب‌تر بود. قبلا با دست میگرفتی میرفتی، الان یه چیزی پشت وصله میگیم که انمی. بذار اینه انمی بخریم، خسته شدم میگم. بذار اینم اینجا نگرفته باشه، یه سوپر رادار بگیریم اگه باشه. ها بذار بریم سوپر رادار نیست. این چی بود؟ آره که عدالت برقرار بشه. من نمیخوام بود کنم، بذار کسی نیست اینم بذارید بخرم یه دونه. خب 100 تا چون نمیگیره. حالا اینو میگیره نمیدونم. هیچ اشکال نداره. لام مصب نمی نگرفت. بذار یه لحظه این آتش ها اصلا به درد ما نمیخورن. میگه نه خیلی. آهان یه نفر در بیا عزیزم، در بیا. و بمیر دیگه مرد مومن. تصمیم نداشت. به ممنون. نید از کجا اونا انصافی از اونجا نید ننداختن. وای بابا ولم کنید. الان انمی پیدا نمی شده. بذار راحت باشم. به خدا الان انمی پیدا نمی شد. نگاه بیا پایین. بذار بریم. چجوری پر شد؟ حواسم نبود. خب انمی بوده این در هست. بله بالاست یا بکنم بالاست. آره
آها آره. خب بچه ها امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. من آخرش ببخش حرف نزدم، سرم شلوغ بود. چند نفر زدیم؟ 50 تا مثبت خوردیم. 5 نفر زدیم. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. فعلا تا یه ویدیو بعدی و یه ویدیوی خفن دیگه. خدا نگهدار.